تو میدونی چندمین نفری هستی که فرستادن منو بکش عزیزم؟ دومین نفر. حدس بزن. سومین نفر. 17مین نفر. 64مین نفر. به به. حدس بزن. این چیو؟ ما مطلقا حتی $1 هم علاوه بر اون چیزی که مجلس تصویب کرد بر نداشتیم. ما اصلا اجازه نداریم $1 از ذخیره ارزی برداریم. $1 هم جابجا نشد. این اولین واکنش محمود احمدی نژاد از زمان انتشار گزارش دیوان محاسبات بود. او غیبت $1 میلیارد پول از خزانه دولت را در سال 85 رد کرد و آن را اشتباه حسابداری و بی‌دقتی دیوان محاسبات خواند. به نظرم یک اشتباهی کم دقتی اتفاق افتاد. دیوان محاسبات این گفته ها را برنتابید و با شبهه آمیز خواندن اظهارات رئیس جمهور خواستار آن شد که حسابدارانش بتوانند در تلویزیون ایران راجع به این $1 میلیارد گم شده به افکار عمومی توضیح بدهند. دیوان محاسبات در گزارش خود به مجلس گفت که از $25 میلیارد مازاد درآمد نفتی در بودجه 2 سال پیش کشور $1 میلیارد و 58 میلیون به خزانه واریز نشده است و معلوم نیست این پول کجا رفته. انتظار مجلس شورای اسلامی که به نظر من انتظار به حقی است این است که دولت اصولگرا نمونه ای از یک دولت قانونمند و قانونگرا باشه. اما مخالف اینیم که دولت قانون رعایت نکنه، ولی به هر حال مجلس قانون رو مشخص کرده. ما نباید قانون رو دور بزنیم. ما کارمون همش قانونی انجام میشه. ما نباید قانون رو دور بزنیم. آفتاب یزد تیتر بزرگ خودش که خیلی طولانی هم هست به این موضوع اختصاص داده که رئیس مجلس میگوید که باید دولت مجوز میگرفت و وزیر نفت میگه والا من 4 بار با آقای رئیس جمهور گفتم. نمایندگان مجلس ایران وزیر نفت این کشور را به مجلس فراخواندند تا در مورد آنچه قانون شکنی بزرگ توصیف کردند به نمایندگان توضیح بدهد. این نمایندگان میگویند دولت بدون مجوز مجلس و با نقض قانون بودجه بنزین و گازوئیل وارد کرده است. حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس اما میگوید وزیر نفت این کار را با دستور و مسئولیت مستقیم محمود احمدی نژاد انجام داده است. حالا فوقش آوردیم اینجا چیکار میتونیم بکنیم؟ انقدر میزنیمش تا اعتراف کنه. قربان این خلاف قانونه. خب چه میدونم یه نفر رو میاریم انقدر میزنیمش تا از تیمور شکایت کنه. قربان اونم خلاف قانونه. پس من یه فکری باید با قانون بکنم. اینجوری نمیشه. طبق بند ماده اینه میگم دست به این نزن. طبق بند ولش کن. طبق قانون بنده شما رو به 11 سال حبس محکوم میکنه. الان فهمیدی چی شد؟ بله. لذت میبری برخورد با مجرم رو آدم هضم میکنه. به به. جناب سران جسارتاً صدور و حکم کار ما نیست. ما فقط ضابط هستیم. این دادسرا رو برای جرائم سنگین‌تر ما گذاشتیم. اعدام خواستم کسی رو بکنم میفرستیم دادسرا. اینجور مجازات ها رو خود من انجام میدم. دیگه جناب سران کل محله به هم ریخته. مردم شاکی هستند. کل محله به هم ریخته. مردم شاکی هستند. همراه شو عزیز، همراه شو عزیز، تنها نمان بده که این درد مشترک هرگز جدا درمان می شود.